آدم بخواه با شعر خرس میتونه که دوست باشه، کارهای خوب برشه و دانش با آرام باش صحبت کرده میتونه میفهمه، خوبی و بدی را میفهمه. جایی که حیوانات میباشه محبت باید باشه، آرامش باشه، مردم آزار اذیت نکنه دیگه، آب و هوای خوب میباشه. گونه زیاد مردم ها میاید که اینجا هر چیزا که نوشابه میخورن، سنگ میزنن و نوشابه را که خوردن بوتلا را در درون قفسا میندازن، آزار اذیتشان زیاد است. همون چیزم کاش که خودم کار میکردم. ای خدا. شغال شغال دیدی؟ شغال 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 هستی. چند مانه بیجا بیشتر حیوانات همی شیر خوشم میاد چون خیاست خوبی داره. کاچای جنگل است، چیز خوبی است. حیوان خوب شیر. حالا کسایی که حیوانات رو شکار میکنه خب کار خوبی نیست و دوم دیگه که مثلا به دستشان میاد یا پلنگ یا باشی یا چیز میتونن در باغ وحش کابل تسلیم کنن. در کشور عزیز ما حدوداً 149 نوع حیوان، پرنده، خزنده، ماهی و نباتات بومی کشور در لیست سرخ قرار دارد که از این جمله 60 نوع متاسفانه پرنده در رو به انقراض هستند. زیاد پرنده است، مثلا قطان است، یک پرنده به نام کلنگ است. از این پرنده است حیوانات به نام کسپین، یک پشک کلان است که و ببر که افغانستان ای متاسفانه طی چندین سال گذشته این دو پشک مهم در حیات وحش از دست داده و نسلش بیخی وجود ندارد. فعلا ما دو تا چوچای از این گرگ‌ها را نسل گیری کردیم. بز مارخور است، آهوها است، مثلا پلنگ ها است، شغال است، بعض پرنده است، لاشخورا است، باشا است که ما از اون نسل گیری میکنیم و دوباره به خاطر غنی سازی حیات وحش جایشان مشخص میکنیم و این را در طبیعت رها میکنیم. لک لک زیاد این نولو جالب های دیگه است که از من خوب تصویر میکنه.